دعوت کردیم از آذر ماجدی. ابتدا میخواستم سلام عرض بکنم خدمتشون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به برنامه خودتون خوش آمد. خیلی متشکرم از دعوتتون. روز شما و تمام بینندگان عزیز خوش. قضیه کارزار وکالت سیاسی که ارزیابی شما از این کارزار چیه؟ آیا راست در پی طراحی گوادالوپ دیگری هستش؟ بحث غرب نقشی که داره بازی میکنه در رابطه با جهتگیری و پیشروی یا پسروی خیزش مردم در ایران رو ما تو همین برنامه هم چند بار با هم صحبت کردیم. اون چیزی که شما میگین گوادالوپ، خب الان به رژیم چنج معروفه. خود جورج بوش پسر حملش رو به افغانستان و عراق با رژیم چنج توضیح داد و از اون به بعد دیگه رژیم چنج تبدیل شد به یه مقوله‌ای توی سیاست‌های دولت آمریکا و غرب و ژئوپلیتیک جهانی، امپریالیستی، سلطه‌گری، هر کدوم از این ترمایی که بخواید استفاده بکنید. و این رو ما الان خود من شخصا 7 ماهه که دارم راجع به این مسئله حرف میزنم. قبل از قتل مهسا مقوله رژیم چنج نشون داده میشد که اومده روی میز سازمان سیاه، MI6 انگلیس، دولت آمریکا و دولت‌های غربی و به نوع دیگه‌ای دارن به جمهوری اسلامی برخورد میکنن. تغییر کرده برخوردشون و بعد علم کردن یه سری چهره‌های به اصطلاح سلبریتی ایرانی و جایزه دادن به اونها که مسیح علی نژاد در رأسشون قرار داره. مسیح علی نژاد همکار جمهوری اسلامی بوده، همه اینو میدونن، عکساش همه جا هست. فرستادنش خارج و تا مدتی هم براشون کار کرد، بعد کشتیشو عوض کرد، از جمهوری اسلامی پرید توی دولت جدیدی که قراره تشکیل بشه توسط آمریکا و غرب، ناسیونالیسم عظمت طلب، حالا با تاج بدون تاج. رفت اونجا، چند بار بهش جایزه دادن، همراه با زلنسکی از بعد از جنگ اوکراین 2 بار با زلنسکی آوردنش توی مجمعی و بهش جایزه دادن، بردنش کاخ الیزه و غیره. رضا پهلوی رو هی میارن، هی میبرن، هی میارن، هی میبرن. اومد جلو، گفت اول پیام نوین داد، مسخرش کردن، گفت من برای خودم هیچ پستی نمیخوام. دوباره رفت عقب، دوباره اومد پیام دیگه داد و الان این کارزار وکالت میدهم رو علم کردن. ببینید تو همین 4 ماهه، حالا من قبل از 4 ماه رو صحبت نمی کنم چون پروسه رو خیلی زیر چشم نداشتن و یواش یواش داشت میرفت جلو، ولی تو این 4 ماهی که خیزش انقلابی تو ایران در جریان بوده، ببینید ملقایی که همین آدم زده چند تا بوده، طرح‌هایی که آوردن و بعد پس گرفتن، بعد یکی دیگه‌اش کردن، یه جور دیگه‌اش کردن. چقدر از این به اصطلاح اتاق فکر اینها کلک و نقشه و سناریو و روایت اومده بیرون. از الان من راستش دیگه یادم نمونده اینقدر زیاده. هر چند روز یه بار اینا اومدن یه دونه نقشه علم کردن، یه سناریو علم کردن که اون چیزی رو که میخوان بهش برسن اینه که توی از ناسیونالیسم عظمت طلب، چهره‌های ناسیونالیسم عظمت طلب که توی خارج کشور هستن رهبری بسازن برای حکومت آتی که میخوان شکل بدن بهش تو ایران. هیچ ربطی به مبارزه مردم نداره، هیچ ربطی به خواستهاشون نداره، هیچ ربطی به شعاراشون نداره. قراره یه حکومتی رو تو ایران شکل بدن جای جمهوری اسلامی که کاملا همدست و هم نقشه آمریکا و ناتوست و به همین خاطر حتی اگر دقت کرده باشید هی اوکراین و ایران رو به هم دیگه میچسبونن تو این ژئوپلیتیک جدیدی که دارن تعریف میکنن. اوکراین ایران، اوکراین ایران، زلنسکی مسیح، زلنسکی مسیح. و حالا وقتش نیست من راجع به همه اینا صحبت کنم، ولی یکی از وقایعی که واقعا اصلا شوک آور بود این بود که توی کنفرانس هالیفکس کانادا که جلوی صف تمام 7 ردیف جلو ارتشی ها نشسته بودن، ارتشی های ناتو، حالا کانادا، اروپا، آمریکا. شما حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد رو داشتید و نازنین افشینجان.
3 تا سلبریتی ایرانی که اینا معلوم نیست اینا ربطش. نازنین افشینجی هم ربطش چیه که میره اونجا میشینه با ناتو مذاکره میکنه از طرف ایران؟ این پدر مادرش ایرانی بودن، رفته کانادا، ملکه زیبایی شده، بعد با وزیر دفاع سابق کانادا ازدواج کردن، الان جزء هیئت حاکمه ممتاز کانادا نشسته. اون تو ربط چیه؟ یا مثلا حامد اسماعیلی یا و همینطور اینها ادامه داشته. ولی در این حال میبینید که چقدر به جون هم میفتن، با هم دیگه دعوا میکنن. همین حامد اسماعیلیون با مسیح علی نژاد و رضا پهلوی بعد از اون توییت 6 نفره. حالا صحبت طولانی شد، ببخشید این مقداری هم پراکنده. منتها توجه رو میخواستم به این مسئله جلب بکنم که رژیم چنج جزو نکات بالای در دستور دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی و غرب هست. جمهوری اسلامی رو ببرن، یه رژیمی بیارن که ناسیونالیسم عظمت طلب سر کار باشه، مثل رژیم سابق. در رابطه با وکالت سیاسی که در واقع در جریان هستش، از سوی جامعه و فعالینی که داخل ایران چه واکنش‌هایی به این قضیه ما شاهد بودیم؟ این قضیه وکالت واقعا مضحکه. واقعا عده قشنگ گفتن دوران ارباب رعیتی دوباره اومده، قرار یه سری سلبریتی از قول مردم ایران به یه نفری که هیچ ربطی به طور واقعی به اون جامعه نداره جز اسپرم پدرش وکالت بدن که بره دولت ایران رو تعیین کنه. اصلا مسخره است، جوکه. شما باورتون نمیشه که تو قرن 21 شما با یک همچین پدیده روبرو باشید، اونم در رابطه با جنبش و خیزش انقلابی که اینقدر فریاد آزادی و برابریش همه دنیا رو برداشته، همه جا رو گرفته، خواست آزادی و برابری رو طرح میکنن، مبارزه علیه فقر و گرسنگی رو طرح میکنن. چند هزار بار فریاد زدن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. چند بار گفتن که نه شاه میخوان، نه شیخ میخوان، نه ملا میخوان، حکومت به دست شورا میخوان. چند بار باید به طرق مختلف به اینهایی که گوش شنوا ظاهرا ندارن اعلام بکنن که اینها رو نمیخوان و میخوان خودشون به دست خودشون حکومتشون رو تشکیل بدن. اینها میشنون، منتها دارن از این گوش میگیرن از اون گوش در میکنن، چون به نفعشون نیست، چون به نفع سیاستی که میخوان پیاده کنن نیست. این که اصلا 4 ماه طول کشیده و تو این 4 ماه اینا حداقل 30 تا طرح علم کردن که به نوعی بتونن روایت خودشون رو حاکم کنن به خیزش مردم و رهبری خودشون رو اعمال کنن به خیزش مردم، آوردن و بردن، به خاطر اینکه میبینن کار نمیکنه. چرا رضا پهلوی عقب کشید گفت من برای خودم هیچ پست و مقامی نمیخوام؟ به خاطر اینکه میشنوه اینها رو. کر که نیست، همشون میشنون، اتاق فکر از همه بهتر میشنوه. منتها یه جا میرسه دیگه آسی میشن، چیکار کنن؟ هر کاری کردن نشد. همون شعار اومدن توییت 6 نفره دادن با همدیگه دوست بشن، حامد اسماعیلیون و مسیح و رضا پهلوی و 4-5 تا هنرپیشه و نمیدونم فوتبالیست هم توشون بود یا نه. 2 روز طول نکشید با همدیگه به هم زدن. سر فکر میکنم قضیه سپاه بود به هم زدن و اون سرشون به جاهای مختلفی که بنده، که میدونیم کجاها بنده و پولایی که میگیرن از دور وریاشون به هم زدن با هم. این تموم شد. حالا اومدن وکالت میدهم رو علم کردن، چون میبینن هیچ راه دیگه ای ندارن. اون یه شورای مدیریت گذار دارن، میگی اسامی رو میبینی خندت میگیره. حالا شما کیا هستید؟ 2 نفر از اینایی که تو شورای مدیریت گذار هستن، اینها الان با سازمان سیاه کار میکنن، سال 57 هم با سازمان سیاه کار میکردن. تو آوردن خمینی و جنبش اسلامی تو ایران همون موقع هم جونیور بودن، جوون بودن، نقش داشتن. الان که دیگه سینیور شدن و خیلی هم لابد عقل و خردشون رفته بالا، دارن کار میکنن، رسما دارن کار میکنن. و یکیشون رفت ایران، 20 سالم تو ایران بود، با جمهوری اسلامی همکاری کرد تا دستش توی جنایت تو اون مملکت انجام شد، تا مفرق دستش توی کاره. الان اومده 20 سال دوباره تو آمریکا شروع کرده، داره برای رژیم چنج فعالیت میکنه. همشون روی پرونده هاشون روی، همه میشناسن اینا رو.
دیدن الان دیگه کاری نمیتونن بکنن، گفتن خب حالا باید رضا پهلوی بره جو. به من وکالت بدید، من برم با دولت‌های غربی پشت درهای بسته به توافق برسم که بعد چی بشه، که ایشون بشه رئیس مملکت و بعد این دار دسته بیان و بعد دوباره ما یه 6 ماه طول نکشته یه 30 خرداد دیگر رو توی برنامه‌مون داشته باشیم و یه کشتار دیگه و یه سری اعدام‌های دیگه و یه سری اینه دیگه، نقشه اینه. قرار جامعه ایران تا ابد مثل این که تو این زندگی کنه. نگاه کنید 100 ساله 3 تا رژیم اومده تو ایران سر کار، هر 3 تا با کودتا و رژیم چنج بوده. رضا پهلوی کودتای انگلیس با کمک آمریکا، محمد رضا پهلوی کودتای آمریکا با کمک انگلیس، جمهوری اسلامی رژیم چنج به رهبری آمریکا با دخالت تمام دولت‌های غربی که شما کنفرانس گوادلوپ جایی که دیگه تصمیم نهاییشون گرفتن بهش اشاره کردید. الان دوباره میخوان همین کارو بکنن یا 4 باره دارن میخوان همین کارو بکنن. مردم دارن میگن ما میخوایم حکومت خودمون رو تشکیل بدیم. و همین خاطر مسحکه این کارزار زیاد بوده توی سوشال میدیا، ما فعلا شاهدش هستیم. تهدید شده علیه کسانی که با این کمپین مخالفت کردن، مثل تمام کارهایی که این لات و اوباش شعبان بیمخی سلطنت طلب انجام میدن. به تمام چپا و کمونیستا و مخالفین سلطنت رسما لومپنیزم و لاتبازی شدید شعبان بیمخی همراه با چاقوی مجازی، با چاقوی مجازی میان سراغ تا یه روزی که دستشون برسه با چاقوی حقیقی بیان سراغ. اصلا اینقدر وقیحن که تمام این نقشه هاشون هم رو همه میبینن و باز دارن انجام میدن. یعنی دارن میگن ما زور داریم، میخوای بخوایم میخوای نخوا، آمریکا با ماست، ناتو با ماست، غرب با ماست، بعد سلبریتی ها رو میخریم. خریدن دیگه. اینا سلبریتی هایی که شما بهش اشاره میکنین تا همین 2 روز پیش داشتن با جمهوری اسلامی همکاری میکردن، باش افطار میکردن، سحری میکردن، فیلماشو میرفتن، جمهوری اسلامی کمکشون میکرد جایزه بگیرن تو خارج کشور، لابیزمی که با همه اینا حالا که داره اوضاع تغییر میکنه همشون کشتی عوض کردن اومدن اینجا رفتن پهلوی رضا پهلوی. ماهیتشون همینه. اینها قراره پول و قدرت داشته باشن تو جامعه و کاسلیسی کسی رو میکنن که بتونه اینو براشون انجام بده. از علی کریمی بگیرید تا تمام این هنرپیشه ها و آدمای دیگه که حالا اسمشون شده سلبریتی برای ما. و این واقعیت هست و مردم هم این رو میبینن و ما باید هرچی بیشتر این افشا کنیم. نیروهایی وجود دارن به همون روش شعبان بیمخی در رسانه‌های مجازی حمله میکنن، حتی به فعالین دادخواه داخل کشور. به خاله نیکا شاکرمی حمله کردن، به چالش حمله کردن، به رسانه‌های مختلف و متاسفانه این رو شاهد هستیم که اینستاگرام مشخصا داره حمایت میکنه. میخواستم بپرسم مشخصا در رابطه با چپ و کمونیست، در رابطه با جریانات بورژوایی و نمایش نخنمای پهلوی که الان در جریان هستش و یا نمایش‌های دیگه‌ای که می‌بینیم احتمالاً باز هم داشته باشن، باید چه اقداماتی رو به نظر شما در پیش بگیرن و چگونه عمل بکنن؟ ببینید ما باید هوشیاری خودمون رو حفظ بکنیم، آگاهی خودمون رو حفظ بکنیم و تلاش بکنیم روایت خودمون رو، روایت چپ و کمونیستی رو از این خیزش به جامعه بدیم. امکاناتی که ما چپا داریم در مقابل امکانات راستا اصلا قابل مقایسه نیست. اونها این همه رسانه دارن، از رسانه های فارسی زبونی که از دولت های مختلف پول میگیرن و تمام رسانه های بستر اصلی کشورهای غربی هم در اختیارشونه. از CNN بگیرید تا BBC بگیرید تا ABC بگیرید تا لوموند و تا لیبراسیون و تا گاردین و تا نمیدونم نیویورک تایمز و نشریه تایم و نیوزویک و اینا همشون رسانه های بستر اصلی هستند که دست هیئت حاکمی هستند. هیئت حاکمی غرب، هیئت حاکمی آمریکا، اروپا، غرب و به یه معنی بخش مهمی از دنیا. اونها اینا رو دارن به اضافه یه گالم پول و این اتاق فکری که هی نیرو و عوض میکنه، فکر خوبی زیاد نداره ولی خب هی میاد این بر میپره، با این همه امکاناتی داره. کارشون اینه، یه عده هستن که کارشون اینه حقوق بالا میگیرن که بشینن طرح بیارن بندازن به جامعه، جون جامعه ایران ببینن میگیره یا نمیگیره، روایت بیارن، حالا سلبریتی بیار، حالا نمیدونم وکالت بیار، حالا نمیدونم اونو بیار، حالا اونو بیار. و این
عملاً 4 ماه مدام داره با سر میخوره زمین تمام طرح‌هاشون. و این ما هستیم که علی‌رغم موانع بسیاری که در مقابلمون قرار گرفته به خاطر وضعیت و امکانات ضعیفتری که داریم، این خاصیت کمونیسم خاص مسئله طبقه کارگره، نمیذارن شما امکانات داشته باشید، امکاناتتون رو میزنن. حتی دنیای مجازی رو که نگاه میکنید که قراره خب برای همه باز باشه و آزاد باشه و مجانی هم باشه، این چیزی بود که با این شروع کرد تقریبا 20 سال پیش، یه خود اونورتر نزدیک 14-15 سال پیش. اولش یه امید زیادی رو آورد توی جامعه که ما به این ترتیب میتونیم آزادی و یا دموکراسی رو گسترش بدیم، دیگه الان این دنیای مجازی هست در اختیار هم است. خیلی زود نشون داده شد که اینطور نیست. اتفاقا اینا چون خصوصیاً سانسور کردن توش آسان‌تره، چون اگه دولت سانسور کنه میتونی بری تو قبقرشون رو بگیری به خاطر حالا یه ذره دموکراسی که باقی مونده. ولی وقتی خصوصی‌ها سانسور میکنن دستت به جای بند نیست، مال خودش میدونه، هر کاری میخواد میکنه. الان FBI رو شده با توییتر چجوری دست در دست هم سانسور میکنن و روایت‌های دروغین رو میارن پخش میکنن. فیسبوک که مدتی روشن شده برای همه که اینستاگرام هم مال فیسبوکه، اینها همه سانسور میکنن، اینها جلوی چپ رو میگیرن، اینا روایت هیئت حاکمه رو گسترش میدن. اینقدر فاکت زیاده، مال اقلا از 2016 شما بگیرید تا الان 2023 تقریبا 7 ساله، 6-7 ساله، اینقدر فاکت هست، اینقدر پرونده هست از سانسوری که این دنیای مجازی کرده با کمک هیئت حاکمه آمریکا، با دستور هیئت حاکمه، همکاری هیئت حاکمه، FBI توش. خب روشنه ما رو سانسور میکنن، ما چپیم، ما کمونیستیم، ما رو سانسور میکنن. همین الان یه صحبتی هست که حمله سایبری شده به کسانی که علیه این پروژه من وکالت میدم هستن. من نمیدونم اتفاق افتاده یا نیفتاده، ولی برام عجیب نیست اگه افتاده باشه. این کاری که میکنن، خود ما رو سانسور کردن، خود ما رو از اینستاگرام و فیسبوک انداختن بیرون و محدودیت‌های بسیاری گذاشته میشه. و وقتی میرید نگاه میکنید یوتیوب، فیسبوک، تمام اینا با الگوریتمی که استفاده میکنن همش هدف معینی داره، از اینکه روایت معین سیاسی رو ببرن جلو. و در مورد جامعه ایران روشنه، میخوان رژیم سابق رو تو جامعه ایران احیا کنن، یه رژیم دست راستی سرمایه‌داری که انتگره هست توی سرمایه‌داری جهانی. فرقش با جمهوری اسلامی، اونم سرمایه‌داریه، اونم دست راستیه، ولی انتگره نیست توی سرمایه‌داری جهانی. زمان شاه بود، رژیم شاه بود، مجبور شدن ببرنش، اسلامیستا رو آوردن و با یه دوره‌ای به این شکل همش جمهوری اسلامی مدام بدون داشتن یک ثبات اقتصادی اگر میخواید بوده. این هم دزدیده و خورده و مردم بدبخت و فقیر رو بیچاره کرد و همه جامعه رو به حراج گذاشته و الان میخوان دوباره یه رژیم مثل رژیم سابق رو بیارن سر کار. حالا این رژیم سابق میتونه با تاج باشه یا بدون تاج باشه، این رو در مقابلش به نظرم بازن. تلاششون الان رضا پهلویه، برای اینکه اسم داره، برای اینکه خانواده داره، برای اینکه اسپرم داره، این براشون راحت ترینه. هر کسی رو نمیتونن علم کنن. ببینید حامد اسماعیلی رو علم کردن، یه ماه طول نکشید مجبور شدن بذارنش کنار. مسیح علی نژاد فعلا هنوز دارن. علی کریمی رو حالا آوردن، نمیدونم اون یکی خواننده رو آوردن، اون یکی رقصنده رو آوردن، اون یکی نمیدونم تمام این آدمای کاسه لیسخور جمهوری اسلامی رو حالا آوردن اینجا، قراره که برن پشت این نقشه. توی خارج کشور این پروژه بین ایرانیایی که تو خارج کشور زندگی میکنن فعلا اقبال داره، استقبال شده ازش. بسیاری از ایرانیایی که تو خارجن به فراخوان‌های اینا تا حالا جواب مثبت دادن. توی ایران استقبال نشده از حرفای اینا و مشکل اصلی اینا همینه. ما باید تلاش کنیم با همون نیرویی که در اختیارمون داریم این روایت دست راستی رو افشا کنیم، روایت کمونیستی و سوسیالیستی و آزادی خواهانه رو تو جامعه رواج بدیم و با تلاش با ایجاد پیوند تنگاتنگ با فعالین و رهبران عملی خیزش انقلابی تو ایران بتونیم پروژه یک حکومت شورایی رو ببریم جلو، مجامع عمومی رو تشکیل بدیم تو تمام جامعه، تو تمام گوش و کنار جامعه، از محلات تا دانشگاه تا کارخونه تا بیمارستان تا مدرسه، و به این ترتیب بتونیم شوراهامون رو بسازیم. کار سختیه، اصلا آسون نیست،
ولی این تنها راهیه که ما بتونیم تضمین بکنیم حکومت دست خود مردم خواهد افتاد، آزادی، برابری و رفاه رو میتونیم تامین بکنیم و جلوی یه رژیم چنج دست راستی دیگر رو بگیریم. ولی دیروز خانم میرزادگی از هویت فرهنگ ایرانی حرف زد و با عشق و علاقه زیادی. البته من مثل خانم میرزادگی فکر نمی‌کنم، خوبیایی داره، بدیایی داره، حالا واردش نمیشه. ولی امروز که داشتیم با ماشین با حبیب نصرالدین می‌آمدیم افتادیم تو ترافیک و راه 50 دقیقه 2 ساعت رو طول کشید تا ما اومدیم. من همش میگفتم حالا باید ما برم معذرت بخوام، این تأخیر یکی از چیزای فرهنگ ایرانیه. بعد اومدم اینجا فکر کردم سخنرانی ساعت 12 شد 5 بعد از ظهر. به هر حال این هم از هویت فرهنگی ایرانی. خلاصه بعضیش خوبه بعضیش بده خانم میرزادگی. به هر حال من به عنوان یک کمونیست کارگری نوع نظرم و تحلیلم و دیدگاهم تا حدود زیادی شاید با دوستانی که تو این 2 روزه من اینجا صحبتاشون شنیدم متفاوت باشه. بر سر سکولاریسم بین هممون اتفاق نظر هست، ولی حتی سر معنای سکولاریسم ظاهرا با هم اختلاف نظر داریم. دیروز بحث‌هایی بود که آیا سکولاریسم چیه؟ که اینجا بحث کردیم. من به سکولاریسم فلسفی قائل نیستم به این معنا که خب هر کی میتونه کتاب‌های فلسفی زیادی بنویسه و بخونه، ولی اون چی که برای یه اکتیویست سیاسی، یه حزب سیاسی مطرحه، سکولاریسم تو محتوای سیاسیش یعنی چی؟ حالا اینکه مثلا فلان فیلسوف فرانسوی چطوری توضیحش میده، فلان فیلسوف نمیدونم آمریکایی چطوری توضیحش میده، ما میتونه بحثایی باشه که دیالوگ کنیم، حرف بزنیم، بحثای روشنفکرانه هم هست که ایرادی هم نداره. سر سکولاریسم درچه مجبوریم اینطوری به نظر من باید سعی کنیم به توافق برسیم. حالا به سر لغت به توافق نمیرسیم که همون جدایی دین از دولت. حالا دیروز سر دین و مذهب هم ما اینجا اختلاف داشتیم. من اینا رو همینطوری استفاده میکنم، میدونم تفاوتاشو، ولی فکر میکنم برای مردم هم همین جوریه. ولی حالا دین از دولت، دین از آموزش و پرورش که مینا اشاره کرد، دین از قوه قضاییه و کلا دین توی دولت نباید نقشی داشته باشه. در این حال هویت دینی نباید به کسی بدیم، دین رسمی نباید تو کشور وجود داشته باشه که ایران کشوری است اسلامی نخیر. اینا رو نداشته باشیم. نمیشه سکولاریسم رو بیشتر از این بارش کرد. نمیشه از سکولاریسم آزادی، برابری، خوشبختی اینا در آورد. سکولاریسم همینه. از قرن 18 هم که با انقلاب کبیر فرانسه شروع شد بر همین نظارت داشت. شما دارین یه چیز غیر قابل ممکن است. من میخوام که من تکون نخورم. من اصلا همه منو میشناسن. دست خودم نیست. بله تلاشم به هر حال تو هم قرن 18 که انقلاب کبیر فرانسه بود، اون موقع میگفتن کلیسا همین بود و بعد سال 1905 که قانون اساسی سکولاریست یا لاییک تو فرانسه استفاده میکنن تصویب شد و همین مبنا. فرانسه میگه لاییک، جای دیگه میگن سکولاریست. حالا لایسیته لغت در مبنای لغت فرانسه شروع شد، حالا تبدیل شده به یک شیوه از سکولاریسم چون ما فرانسه تداعی میشه. به نظرم زیادی نباید مطلب خشخاش گذاشت. تو عرصه سیاست باید بتونیم صریح و روشن حرف بزنیم و این به نظر من یه نکته‌ای هست که ما باید برش توافق داشته باشیم. حالا سکولار آسان‌تره تا دموکرات. از سکولار معانی متفاوت هست، از دموکرات تصاویر متفاوت هست. شما توجه بکنید از ترکیه بهش میگن دموکراسی، تا برزیل، تا آمریکا، تا اروپا. کدومش؟ تازه من که حالا با اونم حرف دارم، ولی کدومش؟ وقتی شما میگید دموکراسی و اینقدر مفهوم بازیه، آیا پاسخگوی معضلات و خواستهای مردم هست تو ایران؟ آیا 80% مردم ایران که زیر خط فقر زندگی میکنن که حقوق زیر 1 میلیون میگیرن در حالی که خط فقر نون از طرف جمهوری اسلامی 2 میلیونه؟ جمهوری اسلامی که ما میدونیم خط فقرش، اینجا خط فقر که تو انگلیس تعریف میشه با خط فقر که تو ایران تعریف میشه، خودش یه مقدار زیادی فاصله داره. حتی اون 2 میلیون کارگر چقدر میگیره تو ایران؟
معلم چقدر میگیره؟ پرستار چقدر میگیره؟ اینا بخش وسیع مردم ایرانن دیگه. شما آیا به این مردم بگید سکولار و دموکراسی حاضر برای شما بدوه؟ داره برای نور شبش میدوه. و نمیتونه داشته باشه. اون وقت من میگم که برای من سکولار و دموکراسی کافی نیست. سکولاریسم به شرط لازمه یک رژیم برابر توی ایران یا هر جایی، درسته؟ ولی دموکراسی توش حرف زیاده، دموکراسی توش معناهای زیادی هست و اگر 20 سال پیش ما نمیتونستیم راجع به این زیاد بحث بکنیم، تازه شوروی افتاده بوده، همه عاشق دموکراسی شده بودن، همه اسم کمونیست رو برداشتن و اسم خودشون گذاشتن دموکرات. الان که تمام دنیا ریخته تو خیابون و داره برای نور مبارزه میکنه، علیه فساد بانکی مبارزه میکنه، علیه پولشویی بانک‌ها مبارزه میکنه، علیه استثمار شدید مبارزه میکنه. تو آمریکا میرن دنبال سندرز، میگن ما سوسیالیستیم. حالا سندرز بیچاره سوسیالیست نیست، ولی فقط به خاطر اینکه ضد سیستم میرن دنبالش. توی انگلیس جرمی کوربین کمونیست هم نیست، سوسیالیست هم نیست، چپ حزب لیبر، تونسته یک جنبش وسیع را بندازه چون مردم از سیستم حاکم متنفر. به مجلس یک سر سوزن براش پشیزی قائل نیستن، به دولت نیستن، به نخست وزیر نیستن، به بانک‌ها نیستن. رسانه BBC رو ما بهش میگیم آیت الله BBC، مردم خود انگلیس هم بهش توجهی ندارن، میگن تو رسما داری کوربین سانسور میکنی. چرا 1 میلیون نفر الان تو فیسبوک میرن دنبال اطلاعاتشون میگردن؟ برای اینکه سیستم حاکم هر نوع اعتبار و مشروعیت رو از دست داده. اون وقت من میخوام بیام تو ایرانی که 37 ساله یک لحظه جنبش برای تغییر خاموش نشده. من که این حالا رقمو من نمیگم، بحث 100,000 فقط تو دهه 60 اون همه انسان رو اعدام کردن که الان سالگرد یه دورشه. تو کشوری که توش مبارزه مسلحانه شد از کمونیست و غیر کمونیست و رژیم عقب زدن، تو کشوری که هنوز بعد از 37 سال اپوزیسیون میتونه یه همچین جلسه‌ای بذاره، تو سوریه یا نمیتونن بذارن. من بودم باهاشون، سوری که الان توش جنگه نمیتونن یه جلسه اینطوری بذارن با هم بحث کنن. این همچین که جامعه‌ای با این همه قطب‌بندی سیاسی، با این همه پختگی سیاسی، به نظر من نسل جوونه الان ایران با وقتی که ما موقع انقلاب جوان بودیم زمین تا آسمون فرق میکنه. من کمونیست بودم، از اون روز اولش هم عنوان کمونیست بودم، هیچ وقتم از خمینی دفاع نکردم، همیشه هم جلوش وایسادم برای حقوق زن، برای آزادی، برای برابری، برای سوسیالیسم، هنوزم دارم میکنم. ولی اون موقع میتونم ببینم من اصلا پختگی جوونه الان نداشتم، تو دیدن، تو انتخاب. شما تو این جامعه میخواید فقط با دموکراسی و سکولاریسم تموم کنید آلترناتیو؟ به نظر من نمیتونید. من اینو دارم به عنوان نظر خودم میگم، شما ممکنه فکر کنید اینطور نیست. به نظر من علت این که تو ایران اتفاقی نمیفته که میفته، همین هر روز به قول مینا هر روز شما اعتراض کارگر، همین یه هفته پیش من یه چیزی داشتم میدیدم از کارگرای شهرداری رشت توی فیسبوک، کارگرا جمع شده بودن 3 ماه 4 ماه حقوق نگرفته بودن، بحثشون بود که بابا شهرداری تمام مقامات بالاش هی دارن مزایا میگیرن، هی دارن فلان میگیرن، ما 3 ماه حقوق نگرفتیم. شما باید حرف زدن این کارگرا رو گوش می‌کردید. اینقدر روشن، اینقدر به قول انگلیسی آرتیکوله، اینقدر حرفشون رو میزدن، چنان بدون هیچ شعاری ماهیت طبقاتی رژیم رو داشتن نشون میدادن که من نشسته بودم گفتم چه جامعه‌ای داریم ما. از روی ناسیونالیسم نبود، به خاطر روشن بودن حرفا داشتم میدیدم. این یکیش مال معلم‌ها، مال پرستارا، همین زنا. ببینید این مدل حجابی که تو ایران اومده، من بهش میگم مدل حجاب. شما نگاه کنید، هر روز یه ترفند جدیده. جمهوری اسلامی گیج شده نمیدونه چیکار کنه. آخه شما این قیافه زنای ایران رو بذارید توی یه جا، نگید تو ایران جمهوری اسلامی، فکر میکنن از این مزون فرانسوی اومده. الان این مد شد، به سخره گرفتن اسلام، به سخره گرفتن حجاب. هی میخوان قانون بذارن زنها رو بشونن تو خونه، 63% ورودی دانشگاه زن. هی میخوان قانون بذارن زنها نرن تو آشپزخونه. ازدواج‌های سفید یه دین به عنوان یک
فاجعه نگاه میکنم. به نظر من نشون دهنده تحول واقعی اجتماعی تو ایرانه که دارن میگن ما زیر بار این حرفا نمیریم، با هم زندگی میکنن توی خونه، بعضا خانواده ها میدونن. میشکم نماینده خمینی گفت خامنه ای راجبش حرف زده، تو مجلس 3 بار راجبش حرف زدن که اینو چجوری ممنوعش کنن. نمیتونن. اون وقت شما راجب توی همچین جامعه ای باید تصویر و یه افق بزرگتری رو بذارید جلوی جامعه، برای اینکه مردم اعتمادشون جلب بشه. ببینید یا منصور حکمت یه بار چیز خیلی خوبی گفت رژیم اسلامی مثل یه سیب گندیده است که خودش نمیفته، باید انداختش. چجوری میشه انداخت؟ همین چجوری میشه انداختش. من نمیتونم به مردم بگم چرا سیاسی نیستی، پاشو انقلاب کن، این نفست از جای گرم بلند میشه. بعد انقلاب کسی اصلا نمیشه شعارش داد، باید پیش بیاد. مگه سال 57 دست ما بود؟ یه روز رفتیم تو خیابون دیدیم انقلاب شد. چرا دست ما بود؟ ولی دست ما بود. حالا اجازه بدید. اصلا نمیدونم شما اون موقع چند سالتون بود؟ چون من اصلا خب پس دست شما 16 ساله که حتما نه. مسئله بر سر اینه که ما سال 57 به عنوان من به عنوان کمونیست انقلابی که تمام از بچگی چون بابام ضد شاه بودم، تو سینما میرفتن جلوی سرودوار نمیستادن میبردنم تبریک سوار میدن، تو مدرسه اعتراض میدن، همش مشغول اعتراض بودم. بابام چپ. من با تمام آرزو و عشق برگشتم ایران برای انقلاب. هیچم خمینیچی نبودم. تظاهرات تاسوعا و عاشورا با همه سر اینکه چرا حجاب درجه می‌کنید دعوا کردم. خیلی هم جوون بودیم اون موقع، تازه لیسانس گرفته بودم من. انقلاب شکل گرفت. مردم به خاطر اسلام که انقلاب نکردن، مردم آزادی می‌خواستن، هر چیزی که از آزادی می‌فهمیدن. چرا رو سرشون کرد؟ اجازه بدید خانم عزیز، وقتی رسید شما تو پیشنهاداتتون سوال کنید. مردم آزادی می‌خواستن، حالا هر چیزی که از آزادی می‌فهمیدن. مردم از بی‌عدالتی جونشون به لب رسیده بود. مردم از ساواک و چکنجی جونشون به لب رسیده و اینجا به من یکی میگه شما تو جامعه آباد و دموکراتیک زندگی کردین. دوست عزیز من، کدوم جامعه دموکراتیک و آزاد؟ یادتون رفته شکنجه ها، یادتون رفته اعدام ها تو پشت زندان اوین، یادتون رفته همتون باید عضو حزب رستاخیز بشین، یادتون رفته پرخوریا و فساد که تو اون جامعه بود. مردم خوشی که زیر دلشون نزده بود انقلاب کنن. ببینید هیچکی انقلاب دوست نداره. حتی من کمونیست که همیشه برای انقلاب مبارزه کردم، دلم انقلاب نمیخواد. دوست دارم میتونستم بدون انقلاب وضع رو تغییر بدم. چرا میگم انقلاب؟ برای اینکه بدون انقلاب نمیشه. این آدمایی که پولا رو اینجوری ریختن تو جیبشون، خنجرا رو اینجوری گرفتن دارن میزنن میکشن، من میگم خواهش میکنم آقای خامنه‌ای شما برو کنار دیگه، مردم نمیخوان. میره و مجبورم انقلاب کنم، مجبورم این کارو. وگرنه کی انقلاب رو دوست داره؟ مردم انقلاب کردن چون عدالت میخواستن، مردم انقلاب کردن چون ساواک نمیخواستن، مردم انقلاب کردن چون فقر و بدبختی نمیخواستن. ولی چی شد؟ همین کسایی که شما الان دارین راجبشون حرف میزنید که پشو برو سفارت‌ها نامه بنویس، درشون رو بزن، خودتو بهشون نشون بده، اومدن خمینی رو آوردن بالا سر ما. تو کنفرانس گوادالوپ تصمیم گرفتن که خمینی رو از نجف ببرن نفرشات تو پاریس و اینو بکنن رهبر و کردن. مهندسی افکار اجتماعی رو نباید دست کم بگیریم. مثلا جامعه‌ای که میدونم شما از صحبت‌ها من ناراحتین، بعداً حتما خواهش میکنم مسئله بر سر اینه که شما اینو دست کم نباید بگیرید. تو کشوری که دیکتاتوری هست، تو کشوری که آزادی وجود نداره، تو کشوری که به خاطر یک کتاب تیکیتین نه حتی مارکس و لنین میندازن زندان و شکنجت میکنن، تو کشوری که هیچ کاری نمیتونی بکنی، خب مهندسی افکار اجتماعی توسط رسانه‌ها خیلی کار ساده‌ایه. وقتی دیدن اون پرچم سبزی که میخوان بکشن با شوروی مجبورن این کارو بکنن، وقتی کارتر غربی‌ها متوجه شدن که دیگه شاه نمیتونه براشون سازگار باشه، رفتن نشستن تو گادر. برید کتاب بیوگرافی چیزو بخونید، شیراک نه قبل از اون ژیسکار دستن رو بخونید، نوشته تمام ماجرای کنفرانس گوادالوپ و اینکه ژیسکار دستن اینا با کارتر مخالف بودن ولی بالاخره کارتر برد رو بخونید. همون موقع تو آیندگان چاپ شد، همون موقع که هنوز تو شروع بود تو آیندگان چاپ شد. خمینی رو از نجف به صدام گفتم بیرونش کن. من کاریکس بودم
بودم اون موقع که خمینی اومد نفت شد. یه دفعه ما دیدیم ای دل قافه اینا هر روز دارن بیانیه‌های خمینی رو از BBC، رادیو اسرائیل، رادیو مسکو، رادیو لیبرتی که مال آمریکا بود، رهبر انقلاب ایران پیام میدهد. قبل از اینکه مردم بگن خمینی رهبر، BBC میگفت رهبر انقلاب ایران. یادتون رفته. خب واضحه نه حس تو جامعه ایران وجود داشت، نه رسانه آزاد تو جامعه ایران وجود داشت. مردم دلشون نمی‌خواست یه چیزی رو، ولی خب یکی گفتن رهبر، رفتن دیگه. رفتن. دقیقاً من یکی از افتخاراتم اینه که تو هیچ لحظه‌ای پشت خمینی نرفتم، تو هیچ لحظه‌ای از جمهوری اسلامی حمایت نکردم. از اون روز اولم تو خیابون وایسادیم، ما مخالفت کردیم، کتکم خوردیم. ولی بحث سر اینه شما الان دارید میگید 3 تا پروژه من دارم برای آلترناتیو. یکیش اینه که برم سراغ سفارت‌ها. چرا می‌خواید برید سراغ سفارت‌ها؟ من میتونم بفهمم که اپوزیسیونی بگه من برای کار اپوزیسیونم پول احتیاج دارم، میرم سراغ فرضاً سفارت فرانسه، بعدم به مردم اعلام میکنم. میگم مردم ایران، ما از دولت فرانسه مبلغ 1 میلیون یورو گرفتیم که برای پروژه روش کار کنیم. هیچ نوع قید و شرطی هم نپذیرفتیم. اونو من قبول کنم. ولی میرید پشت پرده هی با این سفارت‌ها. من قراره چی اعتمادی بکنم به این اپوزیسیون؟ میگم میخوای عراق بیاری تو ایران؟ مگه آمریکا انگلیس نکردن؟ مگه سال 2003 حمله نکردن؟ مگه عراق رو به ویرانه تبدیل نکردن؟ مگه 1 میلیون رو نکشتن؟ مگه دیپلیتد بمب اتمی استفاده نکردن؟ هنوز داره بچه به دنیا میاد با دست و پای دیپلیتد من چیکار کنم که این دیالوگ برقرار نشه؟ خانم ماجدی عزیز، خانم ماجدی یه لحظه معذرت میخوام. دوستان، کسی که سخنران نوبتشه ما باید احترام بگذاریم، اگر حرفش رو هم باش مخالفیم سکوت کنیم. خانم ماجدی عزیز، شما یکی از سخنرانان اصلی این کنگره هستید. من ازتون خواهش میکنم به عنوان یک دوست از وقتی که در اختیارتونه بپردازیم به مسئله امروز و فردا چه بکنیم. به اندازه کافی راجع به مسئله گذشته به نظرتون حیف اون وقتی که شما اینا مربوطه. ببینید این بحث دیپلیت رو برید تو مجله تایم میوزیک هم نوشته، من واردش بیشتر نمیشم. میخوایم اونو بکنیم، میخوایم افغانستان رو بزیاریم که تمام اروپای واحد به اضافه آمریکا حمله کردن، میخوایم سوریه بشیم که این بمب میریزه اون بمب میریزه، سوریه از این، روسیه از این ور، آمریکا و فرانسه و انگلیس از این ور هی بمب میریزن سر مردم. میخوایم لیبی بشه، ناتو دخالت کنه، یه سری دزد قبیله اسلامی رو بیاره سر کار که اولین چیزی که صادر میکنن اینه که مرد میتونه با زنش وقتی مرد بخوابه. اینا رو میخوان، این غربی این کارو میکنن. دولت‌های غربی رژیم چنج میکنن، دولت‌های غربی رژیمی نمیارن که مردم ایران بتونن آزادی توش داشته باشن، بتونن برابری داشته باشن. بحث بر سر اینه. من در نتیجه با اینا اختلاف نظر جدی دارم. سر تنها چیزی که میتونم بگم توافق نظر دارم مسئله سکولاریسمه. منتها چیکار باید کرد؟ به نظر من علت اینکه رژیم جمهوری اسلامی نمیفته این که یه رهبری و یک سازماندهی وجود نداره. اگر شما یه حزب قوی وجود داشت که این حزب قوی میتونست در رهبری و سازماندهی مبارزات مردم رو به سامان برسونه، اون وقت شما میتونستید ببینید که جمهوری اسلامی دم افتادنه. وگرنه اگه سال 88 نبود، مگه اون تحول عظیم انجام نشد؟ آلترناتیوی وجود نداشت تونستن ساختیمش بکنن. بحث بر سر اینه. آیا ما اون قدرت رو داریم؟ آیا میخوایم از غرب کمک بگیریم که اون قدرت رو به ما بده؟ یا میخوایم به مردم توی جامعه ایران اتکا بکنیم که بخوایم دو رژیم رو عوض بکنیم؟ ببینید من نگاه میکنم میبینم حتی اگه ما مثل فرانسه بشیم که نمیشیم، فوقش میشیم مثل ترکیه. اگر واقعا اجازه بدن ما سکولار و دموکراسی رو بیاریم و بم نریزن و پاسدارا نکنن، مجاهدین کار نکنن، همه اتفاقات نیفته، سناریو سیاه نیاد تو ایران و واقعا سکولار، فوقش مثل ترکیه میشیم دیگه. الان دیدیم کجا چجوری. مثل فرانسه هم نمیشیم. تازه حتی اگه مثل فرانسه بشیم، اعتراضات مردم فرانسه رو نمیبینید؟ اعتراضات کارگرای فرانسه رو نمیبینید؟ اعتراضات دانش آموزا دانشجوی فرانسه رو نمیبینید؟ میخوام اون باشه. خب من که دارم مبارزه میکنم که قناعت نمیکنم به یه چیزی که فقط قراره یه ضرر رو بیاره. حالا فعلا دموکراسی رو بیارید، بعد اینها میاد. در نتیجه به نظر من باید خیلی روشن بیان بکنیم که خواست مردم چیه، معضلات مردم چیه. من خب روشنه، همه میدونید کمونیستم، سوسیالیسم میخوام. سوسیالیسم میخوام چرا؟ چون به نظر من فقط سوسیالیسم میتونه نابرابری رو از بین ببره.
منظورم شوروی نیست، شوروی رو نندازین سرم، چین رو نندازین، کار شما رو نمیشتون کمونیستان هستن. من سوسیالیسم میخوام. نیستم، نه من دقیقاً من سوسیالیسم میخوام. برنامه هم دارم که روشن میگه، اسمش هم هست برنامه یه دنیا بهتر، که چطوری میتونیم ما این کار انجام بدیم. میدونم که شماها خیلیاتون مخالف کمونیستی، هیچ اشکالی نداره، ولی این پختگی رو ما الان داریم که میتونیم با هم بحث بکنیم دیگه. به نظر من این خودش یه چیزی هست که تو اپوزیسیون سایر کشور خاورمیانه دیده نمیشه. این پختگی سیاسی که ما باش رسیدیم میتونیم با هم بحث بکنیم. بحث بر سر اینه که حتی در مورد سکولاریسم من یادمه که من 6 سال پیش به یک کنفرانس بین‌المللی راجع به سکولاریسم لایسیته تو فرانسه دعوت داشتم. بحثم این بود که الان ما به جایی رسیدیم که سکولاریسم تنها کافی نیست. سکولاریسم چپ یا راست. به خاطر اینکه علیه جنبش اسلامی یه جنبش سکولاریستی راست را افتاده. یه جنبش سکولاریستی راست را افتاده که میگه سکولاریسم، ولی سکولاریسم فقط به عنوان یه آلترناتیو جوری اسلامیا میگه، کشور خودش حالا هرچی اسرائیل نمیگه. اسرائیل از سکولاریستای راست دفاع میکنه در مقابل اسلام سیاسی. دولت‌های غربی یه بخش زیادشون اینجوری هستن ولی ما باید خطمون رو روشن بکنیم. ما در مقابل تمام مذاهب داریم. من مشکلم فقط اسلامی نیست. من راجع به تمام مذاهب دارم حرف میزنم. اسلام سیاسی به عنوان، یعنی من بهش میگم اصلا جنبش فمینیستی اسلامی، به عنوان یک جنبش ارتجاعی تو این مرحله از جهان، یک جنبش ارتجاعی مهمه که باید در مقابلش ایستاد. ولی جواب اون سکولاریسم نیست. اون رو بزنید کنار. سکولاریسم به عنوان یک آلترناتیو سیاسی مهمه. ولی یه کار دیگه هم به نظر من اپوزیسیون میتونه بکنه. علاوه بر اینکه ما میتونیم دور هم بشینیم، میتونیم با هم بحث بکنیم، علیرغم که از حرفای همدیگه آشفته میشیم، ولی خوب گوش بدیم، بعد حرفمون رو بزنیم که به نظر من خیلی مثبته. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم. به نظر من اپوزیسیون میتونه به یه توافق و تعهداتی برسه. یه تعهداتی رو امضا کنه که اگر ایران توش مردم بلند شدن و یه تحولات انقلابی توش پیش اومد، ما به عنوان اپوزیسیون تعهد میکنیم که نمیذاریم ایران سوریه بشه، نمیذاریم ایران لیبی بشه، نمیذاریم ایران عراق بشه. این مهمه. همین الان دارم شما حرف از تغییر رژیم اسلامی میزنی، بهت میگم میخوای سوریه بشی. تو همون برنامه BBC پردار که من شرکت کرده بودم، گنجی اون چیزا رو نوشته و صادق صبا اومد خوند و کل گفت این میخواد ایران و سوریه و لیبی کنه اگر آمریکا بود الان ادامه شد. میگن آمادن که به شما بگن تکون نخورا، همین بهتر از این که بشه سوریه. همینی که داری به مرگ میگیرن که به تب راضی کنن. درسته؟ در نتیجه به نظر من این مهمه که تمام اپوزیسیون علیرغم خط سیاسی ایدئولوژیکی که داره که با هم متفاوته، یه تعهدی رو باش امضا بذاره. بگه من به آزادی بی‌قید و شرط بیان، ابراز وجود، عقیده و تشکر احترام میذاره. در نتیجه تمام اپوزیسیون از نظر من حق داره. هر کی قدرتش بیشتر شد، هنوز همه باید حق آزادی بیان داشته باشن، حق آزادی تعصب داشته باشن، حق آزادی تشکر داشته باشن، حق آزادی اعتراض و تظاهرات داشته باشن. و یه سری مواد دیگه که ما اجازه ندیم ایران رو سوریه کنن، اجازه ندیم ایران رو لیبی و عراق افغانستان بکنه. ما الان از خاورمیانه یاد گرفتیم. به نظر من این مهمه. این مهمه و ما باید تلاش بکنیم که اپوزیسیون بیاریم پای امضای یک همچین تعهدنامه‌ای. در این حال روشن وقتی داریم تظاهرات می‌کنیم علیه اعدام، برای آزادی زندگی، همه خب اپوزیسیون هستن. اینم خیلی روشنه و این جلسات. ولی من نمیتونم شخصا ببینم که اتحاد بین تمام گرایشات اپوزیسیون پیش بیاد. در نتیجه به نظر من این اصطلاحی که آقای مرادی گفتن ساماندهی به اپوزیسیون، یا به نظر من یک پروبلماتیک اشتباهست. اگر ساماندهی به اپوزیسیون یعنی که شما میخواین همه اپوزیسیون برید با هم، این عملی نیست. به نظر من باید به توافقات و تعهداتی بین اپوزیسیون رسید، به حق آزادی بیان، اعتقادات، تحزب، تشکر و اعتراض یکدیگر احترام گذاشت و این رو پاش امضا گذاشت و بهش عمل کرد. و در این حال باید دید که به نظر من سکولار دموکراسی بسیار افق محدودی هست که دوستان دارن جلوی مردم ایران. مرسی خانم مجدد. تشریف داشته باشید.